شلوم دوستای عزیز، برادرها و خواهرها، امیدوار هستم خوب و خوش سر حال باشین. از محبت و فیض خداوند بهره‌مند بودن. نعمات و برکات خداوند همیشه در زندگیتان جاری باشه. باز هم تلویزیون مسیحیان اینترنتی مسیحیان افغان است و از طریق یک برنامه و موضوع جدید در خدمت شما عزیزان قرار دارم. تشکر میکنم از دوستایی که با ما در تماس بودن و پیام‌های خود را از طریق‌های مختلف بر ما فرستادن. دوستای عزیز، تشکر از اینکه برنامه ما را میبینین و به دوستایی که تا بال جواب دادن نباشم، چون تعداد مسیج ها بسیار زیاد است، حتما جواب میتونم و با اونا در تماس میشم. بازم میتونین برای پیشبرد و ترقی برنامه ما پیشنهادهای خود و طرحهای خود را بفرستین. خودتان هم میتونین از هر طریقی که به شهادتتان باشه و غیره با ما تماس بگیرین و شهادتهای خود شریک بسازین. حتی اگر میخواین پیام شریک بسازین، ما حاضر آماده هستم از طریق از برنامه به نشر برسانیم. دوستان عزیز، امروز بازم با یک برنامه جدید در خدمت شما قرار دارم و در این اواخر روزها دیده میشه که بدبختانه مثل همیشه در افغانستان بازم مردم به طرف قومگرایی و به طرف نژادگرایی و به طرف زبانگرایی و غیره میرن و وقتی که میبینن یک شخص درباره یک زبان یا قوم دیگه یک چیز میگه، اینا عکس العمل نشان میتن و بعضی کسای طرفدار از میشه و بعضی کسای بر علیه از بعضی کارها را انجام میتن و این واقعا یک مشکل بسیار بزرگ است در جامعه. وقتی که مردمی که در یک جامعه متحد زندگی میکنن، در اوجا از زبانهای مختلف و قوم‌ها و نژادهای مختلف هستند، از ملیت‌های مختلف، اونا بر علیه هم دیگر خود، بر علیه هم زبان هم دیگر خود، بر علیه نژاد و قوم یک دیگر خود صحبت‌های داشته باشند و حتی به سرحد برسه که هم دیگر هم مسخره کنن و حتی تا سرحد خشونت را پیش برن. این بسیار یک موضوع بد است و من کاملا برخلاف از این موضوع هستم، چرا که کتاب مقدس برخلاف از این موضوع است و کتاب مقدس کاملا این را رد میکنه. دوستان، من امروز موضوع برنامه ما است که مسیحیت کاملا برخلاف مسائل تبعیض نژادی و قومی و لسانی و همچنان ملیتی هستند و در مسیحیت تبعیض ملتی، نژادی، قومی و لسانی جا ندارد. ما میخوایم که نظر کتاب مقدس را درباره همین موضوعی که بر شما گفتم امروز بیان بکنم. خب دوستان عزیز، ما میبینیم در افغانستان که یکی از هنرمندای افغانستان درباره زبان مادری خود مثلا بعض حرفایی را زد و بعد از دیدیم تعداد زیاد از نفرها نه که از او حمایت کرده باشند، بلکه به خاطر که انتقام گرفته باشند از او قوم مقابل آمدن حرفایی را زدن و گفتن که این شخص راز گفت و حقیقت همیست و این مردم سنه نداره و تاریخ نداره. بعد اونایی که از او زبان دیگه بودن گفتن که این شخص به نفع از اونا گپ زد و پول گرفته و می رقم. دوستا عزیز، اگر شما متوجه شده باشین، نام حرفای بر ضد زبان و مردم و قوم دیگه زدن و بالاخره این مسائل بسیار گرم شده و مردم، اما همچون مسائل بسیار کوچک باعث از این میشه که بسیار اختلافات بزرگ در بین جوامع مختلف که اقشار مختلف یک جامعه که از ملیت ها و از زبان ها و لسان های مختلف میآیند، قوم های مختلف میآیند، برپا شوه و این خوب نیست برای یک جامعه سالم. این حرف خوب نیست و یک جامعه سالم باید دارای تبعیض نژادی و قومی و سمتی و لسانی و غیره نباشه دوستان عزیز. ولی ما مشکلات وجود داره. خب این مشکلات عموما در جوامع وجود می داشته باشه، در کشورها و جاهای وجود می داشته باشه که در اونجا مسیحا زندگی نمی کنن، چرا که کسایی که واقعا مسیحی باشن و به کتاب مقدس ایمان داشته باشن، اونا دیگه بر از اونا زبان شخص، قوم شخص، ملیت شخص، نژاد شخص هیچ کدام فرق نمی داشته باشه. اونا بر از اونا هیچ فرق نمی کنه که تو از کدام زبان هستی، کدام ملیت و نژاد و قوم، هیچ کدام فرق نمی کنه، بلکه اونا خود شخصیت انسان را مورد احترام قرار میتن و میگن که انسان برای ما مهم است، کرامت انسانی یک شخص برای ما مهم است و هیچ فرق نمیکنه که شخص به کدام زبان صحبت میکنه یا از کدام نژاد و قوم و ملیت است. یک موضوع بسیار مهم است دوستان عزیز. کسی که مسیحی باشه همچون مسائل برش اصلا مطرح نیست. یعنی مثلا من دوستایی دارم که از
به زبانهای مختلف صحبت میکنن، نه تنها دوستای افغانی بلکه از خارجی هم از ملیت‌های مختلف، از قوم‌های مختلف هستند، از نژادهای مختلف هستند، دارای رنگ‌های مختلف پوست می باشند، ولی من همشان بس شکل و صفت انسان میبینم و به کرامت انسانیشان من احترام دارم و هیچ تابال برای این مسئله مطرح نبوده که تو کی هستی. تنها یک مسئله برای ما مطرح است که من میگم خوب کیایی هستند که به خداوند یسوع مسیح ایمان آوردن و کیایی است که تابالی برکت نصیبشان نشده و اونایی که برای برکت نصیبشان نشده ما بیشتر کوشش میکنم که اونها این برکت نصیبشان شود. یعنی اونا را من یک گروه دوم یا دست دو نمیبینم، بلکه اونا را حتی از کسایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن توجه ما بیشتر به اونها است که بیاین یا ایمان بیارن. متوجه هستین دوستان عزیز؟ پس وصفت یک مسیح بسیار شرم است و جای ننگ است که مسیحا بیاین و درباره مسائل قومی و نژادی و لسانی و رنگ پوست و ملیتی و غیره تبعیض نشان بدن و حرفای تا و بالا و کوتاه بزنن. متوجه هستین دوستان عزیزی؟ اصلا مسئله است که مهم نیست برای کسی که واقعا خدا را بشناسه و خدا پرست باشه. چرا کسی که خدا شناس خدا پرست باشه و میگه خدا هم اگر خلق کرده و همین نژادها و قوم‌ها و زبان‌ها و همه چیز لسان‌ها را خدا برای مردم داده دیگه. ما با مخلوق خدا می‌نگریم، به خدا می‌نگریم و به خاطر خدا و کرامت انسانی که بر انسان داده به خاطر کرامت انسانی با همه انسان‌ها احترام داریم. این بسیار یک موضوع مهم است دوست عزیز. این است که این موضوع را ما مسیح از دل خود میگیم، بلکه یک تعلیمی است که کتاب مقدس برای ما داده و مطابق با تعلیم کتاب مقدس ما اگر مسیح هستیم نباید هیچ گونه تبعیض داشته باشیم. یعنی کسی که مسیح است و بگه که من تبعیض دارم یا از حرفای تبعیض آمیز بزنه دیگه، او با ایمان خود حتما کدام مشکل داره یا درک نکرده عیسی مسیح. به این خاطر دوستان ما میخوایم که از کتاب مقدس چند آیه بر شما بخوانم و بر شما یک قناعت شما حاصل شه که واقعا حرفایی که من میزنم و از کتاب مقدس است و از دل من نیست که ما آمده باشه. متوجه هستین؟ خب و قبل از اینکه من این آیه را بخوانم، ما خود در کتاب مقدس هم چه آیه‌ای داریم که شما تبعیض نداشته باشین، ولی وقتی که ما شما میبینیم در اسلام، اگرچه اسلام هم گفته که لا تفرق بین عرب و عجم، عربی و عجمی، یعنی کسی که عرب از غیر عرب است بین از او فرق وجود نداره، این حرفا را زده که یعنی مسلمان ها را فهمانده باشه، ولی کاملا دروغ است. قرآن کاملا دروغ میگه. به خاطر چی دروغ میگه؟ به خاطر از اینکه محمد میگه که هر کس که اولادی مرا دوست داشت، متوجه هستین؟ هر کس که اولادی مرا دوست داشت مرا دوست داره. به او خاطر است که مسلمان ها میبینیم که اولادی محمد چی مینامند؟ اولادی محمد اونا چی مینامند؟ سید و سالار و سرور خود مینامند. پس این تبعیض است دیگه. یک شخص سید سالار سرور است و ما نیستیم. سید اگه مسلمان باشه کسی، این خودش نشان میده که یک تبعیض در اینجا وجود داره. یا مثلا میگه علما که از وارثین دین است، وارث دین علما است دیگه، مردم نه. این به هر معنایی باشه که یعنی دین یا میفهمن و تدریس میکنن، ولی بر از اونها رتبه داده شده. این معنایی نداره. علما وارث دین است، خیلی مردم دیگه چی؟ این فرقایی است که وجود داره. یک نفر ولی است، یک نفر نیفهمی است. و حتی باز اگر ما به خرافات اسلام بریم، خوجه و میر و نیفهم غیره و غیران پیدا شده که با اون مردم اعتقاد دارن، باور دارن. پس ما و شما که امروز میبینیم اولی که وقتی که مردم متوجه میشن که تمام اسلام به یک زبان است، وقتی مردم متوجه میشن که تمام عبادت اسلام به یک زبان است، کتاب اسلام به یک زبان است و تمام عبادتی که به سمت صورت میگیره به طرف اون سرزمینی است که در اوج زبان صحبت میشه، تنها بخشایش گناهان در اون سرزمینی که به زبان عربی است که صورت میگیره. متوجه هستین؟ و پیغمبر هم از اونجا بوده، اولادش هم کلش عرب است و تمام برکت ها بین سرزمین عرب رفته که هم اولادش سید است، هم بتخانهش امروز خانه خدا شده، هم شهر مکهش که شهر بت پرستا بوده جای بخشایش گناهان شده و محل شده که مردم به طرف رو بگردانن. یک سنگ سیاه کثیف که حالت شکل حالت تناسلی زن را داره و سنگ قدوس گشته، مقدس گشته، مردم را لمس میکنه، ماچ میکنه و زبان عرب آمده زبان رسمی دین شده، زبان بهشت شده، عبادت هم با موس، قرآن هم با موس و یعنی رقم تمام چیز رب داره به عربستانی. خودش یک تبعیض نشان میده. متوجه هستین دوستان؟ خود از یک تبعیض نشان میده. کوی مسائلش یک طرف میمانیم. از اینجا که مردم میبینه متوجه امروز فرق بین عرب و عجم وجود داره. خود اسلامی فرق را به وجود آورده. اگر اسلام میگه در زبانی که نماز میخوانین بخونین درست است،
ولی نگفته اسلام میره، حتی گفته دوام به می زبان بکنین. متوجه هستید دوستای؟ پس فقط خود اسلام با وجود آورده، فقط یگاهی دروغ را در قرآن نشته کرده، ولی تو که میبینی تمام قرآن پر از تبعیض است. و امروز در دنیا ما شما میبینیم که تبعیضی که بین علما و دیگرها وجود داره، که یعنی فرقی که بین علما و دیگرها وجود داره و علما که از دیگه مردم عامیا میگه یک تبعیض است خود ازی، سیدا دیگه کسا را غیر سید میگه خودش یک تبعیض است، خود بلندتر و بالاتر از دیگرها میدانند. و به این خاطر اختلافات هم وجود داره. امروز ببینین که سادات در افغانستان آمدن یک رسمیت پیدا کردن، مردمای دیگه بر علیشان هستند. چرا؟ خوی تبعیضا وجود داره، کلش تاثیر اسلام است که اسلام کاملا دروغ است، نه قرآنش نه حدیثش، همشان این فرقا را به وجود آوردن. به خاطر از این فرقا تبعیض در بین مردم به وجود آمده. این ما میتونیم بحث هم بکنیم، چند مثالش براتون گفتم. این آیه دروغه که فرق بین عرب و عجم نیست، یک آیه بی‌معنا تمام قرآن به ضد از این آیه است. خب دوستای ولی ما میایم از مسیحیت میخوانیم ببینیم مسیحیت چی میگه. مسیحیت میگه که اگر ما در کتاب کولوسیان در رساله کولوسیان فصل 3 بخوانیم و از آیه 10 میخوانم تا آخر، در اینجا ما شما ببینیم کتاب مقدس برای ما میگه که او مسیحی‌ها دیگه در بین شما باید تبعیض وجود نداشته باشه، فرق وجود نداشته باشه، کی از کجاست، از کدام زبان، از کدام قوم و نژاد و ملیت است، از کدام سمت است، این چیزا باید در بینتون وجود نداشته باشه. چیزی که وجود داره ایمانداری از اون شخص است. مثلا میگه فصل 3 کولوسیان آیه 10 و اکنون زندگی کاملا تازه را در پیش گرفته اید. ایماندارا را میگه که تایان در شناخت راستی ترقی میکنید و میکوشید در روز بیشتر شبیه مسیح خالق این زندگی تازه شوید. در این زندگی تازه ببینید مسیحا تازه ملیت شخص، نژادش، سوادش و مقام اجتماعی و اهمیت و ارزش ندارد، چون همه مردم میتوانند به یک اندازه به حضور مسیح بیاین. آنچه واقعا اهمیت و ارزش دارد حضور مسیح در زندگی شخص است. برای ما مسیحایی مهم نیست که تو از کدام زبان هستی، از کدام قوم و نژاد، چقدر سواد داری، موقف اجتماعی چی است، که برای ما مهم نیست. برای ما مهم است که واقعا مسیح در زندگیت حضور داره یا نه، تو واقعا با واقعیت باور داری یا نداری. اگر نداری ما تبعیض قائل نمیشیم، بلکه کوشش میکنیم که یک قطره به تو برسانیم. پس دوستای مسیح من میبینم در فیسبوک شما بعض وقتا بعض چیزای بر علیه این زبان و او زبان نشته میکنین. حالا ما شما میفهمید در افغانستان یگان واقع یک قوم سر قدرت است و بعض دیگه قوم دیگه سر قدرت است، متوجه هستین؟ ولیش برای ما و شما به صفت مسیحای هیچ ضرور و لازم نیست که ما و شما بر علیه یک قوم نشته کنیم، بر علیه یک زبان نشته کنیم، بر علیه یک ملیت نشته کنیم، بر علیه یک نژاد نشته بکنیم، بر علیه یک سمت نشته بکنیم. این برای ما و شما جایز نیست. این کار بانین برای مسلمان ها، چرا دینشان همیشه برشان یاد دادن. متوجه هستین دوستان؟ ما و شما نباید همچون یک چیز باشیم. و همین رقم ما به صفت یک مسیحی باید که با خود انسان احترام داشته باشیم، انسان برای مهم باشه، کرامت انسانی شخص برای ارزش داشته باشه، نه مسائل دیگه ازی. و هیچ گونه تبعیض ما باید نسبت به هیچ انسان قائل نشم از هر نگاهی که باشه، و انسان ها را باید در هر حالت و به هر حالت که هستن دوست داشته باشم و همیشه در خدمت انسان ها قرار بگیرم. پس دوستا عزیز، تعلیم مسیحیت بود. مسیحیت بر علیه هر گونه تبعیض لسانی و مقامی و سمتی و نژادی و ملیتی هست و در مسیحیت همچون تبعیضای اصلا جا ندارد. و ما مسیحا باید که از تبعیض، از هر نوع تبعیض و تبعیض‌گرایی باید که ما دوری بکنیم. و مرا ببینین دوستایی است که ما درباره هیچ مسئله سیاسی، چون همه مسائل سیاسی امروز کشور ما و حتی کشورهای منطقه و همی کانادا ربط داره دوستای عزیز با مسائل نژادی و قومی و سمتی و دیگه، به او خاطر دوستای عزیز ما درباره این مسائل صحبت نمی کنم. اگر مسائل دینی و مذهبی باشه ما درست صحبت میکنم، میگم اینمی دین و مذهب اینی مشکل را داره و از جانب خدا نیست. چرا که دین و مذهب چیز نیست که فرض مثال یک انسان او را نتانه تغییر بده. مثلا زبان مادری یک شخص یک زبان است که تو تغییر داده نمیتونی، اونم زبان است که یاد داری، شاید زبانهای دیگر یاد بگیری ولی زبان تو نمیتونی که بیخی از او تغییر کنی بگی من دیگه هیچ فارسی نمیگم انگلیسی میگم. امکان نشانه وجود نداره. هر چی باشه اونم زبان مادریت است. و اگر تو
فرض مثال از یک قوم باشی، نمیتونی من دیگه از این قوم نیستم یا از این نژاد نیستم، رنگ پوست سیاه باشه بگی نه من سفید هستم، سفید باشه بگی من سیاه هستم، یا من از این ملیت نیستم بیخی از این سمت من نیستم، هیچ تغییر داده نمیتونی. ولی دین مذهب چیزی است که یک چیز بی‌معنا و سر تحمیل شده، متوجه استی؟ ولی زبان سر کس تحمیل نمیشه، چیزی که او را خودت یاد گرفتی، از سمت که هستی، از اون جایی که هستی، از اون قوم که هستی. ولی دین مذهب وقت تعمیل شده می باشه باید در مخالفت به او صحبت کرد. من درباره بر علیه دین مذهب صحبت میکنم، چرا دین مذهب چیز مهم نیست بر انسان. انسان باید خدا را بپرسته، به دین مذهب هیچ احتیاج و نیاز نداره. ولی درباره مسائل که به سمت و قوم و زبان و غیره ربط داشته باشه من نمیخوایم هیچ وقت صحبت بکنم. گفتم مسائل سیاسی امروز افغانستان و منطقه و حتی مسائل کانادا و امریکا و کشورهای غربی هم با همچون مسائل بعض وقتا دخیل می باشه، ربط می داشته باشه. به او خاطر من نظر نمیتم، چرا میگم نشه که یک تبعیضی از طرف ما صورت بگیره و ما هم تبعیض‌گرایی کرده باشم. پس دوستان عزیز باید بسیار زیاد متوجه باشیم و از کتاب مقدس هم خواندیم و در آخر هم بازم من میایه را بر شما میخوانم تا دوستای مسیحی ما از این مسائل دوری بکنن و بجوین و کسایی که غیر مسیح ببینن به چیزای بهترین و خوبتر در مسیحیت وجود داره، فرق‌ها را ببینن و به خدای ایمان بیارن، از خدای فاسد دروغی اسلام دست بکشن. در اینجا فصل 3 کولوسیان میگه، رساله کولوسیان آیده و اکنون زندگی کاملا تازه را در پیش گرفته اید که طی آن در شناخت راستی ترقی میکنید و میکوشید هر روز بیشتر شبیه مسیح خالق این زندگی تازه شوید. در این زندگی تازه ملیت شخص، نژاد، سواد و مقام اجتماعی و اهمیت و ارزش ندارد، چون همه مردم میتوانند به یک اندازه به حضور مسیح بیایند. آنچه واقعا اهمیت و ارزش دارد حضور مسیح در زندگی شخص است. ما و شما مسیحا کوشش کنیم که مسیح در زندگی خود ما حضور داشته باشه، نه اینکه ما بریم تبعیض‌گرایی بکنیم و مردم دیگر مورد قضاوت قرار بدیم. تشکر دوستان عزیزی بود بر موضوع برنامه امروز تلویزیون اینترنتی مسیحیان افغان. ما در خدمت شما هستیم. پیام‌هایتان و پیشنهاداتان بفرستین برای ما از طریق شماره تلفن و همچنان آدرسایی که در زیر می‌بینین و ما حتما دوستان عزیز در خدمت شما می باشیم تا برنامه آینده که بازم با یک موضوع جدید در خدمت شما قرار میگیرم. دوستان عزیز همه شما را به خدای زنده و حقیقی یسوع مسیح میسپارم، خدایی که تبعیض‌گرا نیست و خدایی که همیشه بشر را دوست داشته و هیچگاه برخلاف بشر نبوده و نمی باشه و نخواهد بود. و شما را به امو یسوع مسیح خدای زنده میسپارم. وقت خوب داشته باشین. آمین.